چپترهای جدید وان پیس راز ایمو و چطور پادشاه شدنش رو و همچنین دلیل نامیرایی و قدرت 5 دانا رو بهمون نشون داده و این راز ارتباط مستقیم با حرب‌های وگاپانک قبل از مرگش داره. اینا به کنار، حالا ما میتونیم با اطمینان بگیم که جهنمی که زورو قراره پادشاه همون بشه واقعا وجود فیزیکی داره و داستان بروک توی تایم اسکیپ و اون حلقه‌ای که برای احضار شیطان کشیده شده بود که دقیقاً شبیه حلقه احضار 5 دانا بوده، همش فورشادوی این اتفاق بزرگ هستش. پس اگر می‌خوای این اطلاعات و کلی تئوری خفن درباره عصر خالی و جنگ‌های اون موقع رو بدونی، این ویدیو رو با دقت تا آخر تماشا کن. تقریباً 22 سال از اولین باری که با گروسه آشنا شدیم میگذره و تا الان که دارم این ویدیو رو ضبط می‌کنم به نظر میرسه هر 5 نفرشون قراره برای متوقف کردن پیام وگاپانک با لوفی مبارزه کنن. اگه دنبال یه نشونه میگشتی که بفهمید داریم به پایان وان پیس نزدیک میشیم، این همون نشونه است. چون اگه تو ته وانو بهم میگفتی که فقط تو 52 چپتر بعدی لوفی رو می‌بینیم که یکی از گروسه و کیزارو رو مثل خمیر پیتزا این ور اونور پرت میکنه، فکر میکردم که دیوونه شد، ولی اودا واقعا داره سرعت رو زیاد میکنه. این رویارویی برای محافظت از پیام وگاپانک تقریبا مثل یک نسخه کوچک از عصر خالی میمونه، چون کل دلیلی که پونگلیف ها ساخته شده بودن این بود که این اطلاعات رو به آینده منتقل کنه و حالا لوفی یا میشه گفت نیکا و جوی بوی برگشته و دوره گروسه رو مشغول میکنه تا بتونه بخشی از اون اطلاعات رو بالاخره با دنیا به اشتراک بذاره. این تقریبا همون چیزیه که پادشاهای باستانی همیشه آرزوشو داشته. نمیشه گفت چقدر این موضوع مهمه. این مبارزه احتمالاً برای گروسه مثل یک احساس آشناست اگه اونا واقعا 800 سال داشته باشن، ولی چیزی که میخوام توی این ویدیو رو زوم کنیم اینه که این قدرت‌های عجیب و غریبشون چیه و اینا ممکنه چه معنایی برای ایم داشته باشه. چون ما تا الان چند تا از قدرت‌های ساترن رو دیدیم که خیلی منحصر به فردن، مثل ارتباط ذهنی از راه دور یا استفاده از دایره‌های ستاره 5 گوشه و صاعقه‌های سیاه برای احضار این هیولاها، اونم از مسافت‌های دور، و یه چیزی شبیه به جاذبه که میتونه حتی آدم‌های قوی مثل سانجی و پرانکی رو سر جاشون نگه داره. شاید دیوونه کننده ترین چیز از همه اینها اینه که میتونه مستقیم خودش رو بازسازی بکنه، حتی تو حدی که لوفی میگه مشتاش روش تأثیری نمیذاره. شاید خود فرم اوشیونی با یه میوه شیطانی افسانه‌ای قابل توضیح باشه، ولی بعضی از این قدرت‌های دیگه تقریبا شبیه به یه سیستم قدرت کاملا جدید به نظر میان که بعید میدونم اینطوری باشه، چون اودا معمولا راهی پیدا میکنه که همه چی رو به چیزهایی که قبلا معرفی کرده وصل کنه. ولی خب الان واقعا مشکوکه. فکر میکنم بهترین نقطه برای شروع این بحث همون دایره‌های احضار باشه، چون الان میتونیم مطمئن باشیم که هر کدوم از گروسه با استفاده از این دایره‌ها احضار میشن و این یه ارتباط واضح با تایم اسکیپ بروک هستش. ما اونجا پرستنده‌های شیطان رو دیدیم که داشتن با استفاده از یه دایره خیلی شبیه به اینا یه شیطان رو از دنیای زیرین احضار میکردن و میدونن با همون طرز همیشگی اودا بروک رو فرستاد اونجا که تنها کسیه که میدونیم قبلا به دنیای زیرین رفته. و فکر میکنم دلیل اصلی این که اودا توی این آرک بروک رو تقریبا کل وقت روی کشتی نگه داشته، چون قطعا میدونسته اون دایره ها چی هستن و شاید حتی به نوعی اون شکل ها رو هم به جا بیاورد، در حالی که اون دایره قبلی میشه گفت نصف کاره عمل کرد، چون عملا گما بود که بروک رو اونجا فرستاد. ولی واضحه که گروسه ها الان واقعا کل این سیستم رو فهمیدن. حالا این یعنی گروسه واقعا از دنیای زیرین میان. میدونم اولش یکم مسخره به نظر میاد، ولی همونطور که اولش گفتم اودا همیشه راهی پیدا میکنه که همه چی رو به چیزهایی که قبلا معرفی کرده وصل کنه. پس باید به خاطر داشته باشیم که دنیای زیرین یه جای فیزیکیه که وجود داره و برگشتن ازش ممکنه، حتی اگه تنها مثالی که داریم یه میوه شیطانی خاص باشه. ما حتی میدونیم که اونجا به خاطر قدرت‌های یخی بروک سرده. یه نکته دیگه هم اینه که اسم میوه‌های شیطانیه و حداقل شایعه شده که شیطان‌ها توی میوه‌ها برای زن‌ها زندگی میکنن. حتی گفته شده که اونها اراده خودشون رو دارن و این حرف از گروسه اومده که احتمالاً خبر دارن. پس اگر واقعا ساترن یه شیطان از دنیای زیرین باشه، انگار اون فقط یکی دو قدم با داشتن قدرت یه میوه فاصله داره. یعنی به جای اینکه یه میوه شیطانی بخوره و بدن انسانیش رو به اون تبدیل بکنه، ممکنه فقط داره اون چیز واقعی رو احضار کنه که به طور معمول داخل یه میوه بوده. اینکه چقدر واقعی باشه به خودتون بستگی داره. حرفای اطلس اوایل آرک رو یادتون میاد؟ اینکه چی واقعیه و چی نیست بحثی به قسمت زمانه و این موضوع از وقتی که اولین بار تقریبا 50 چپتر پیش شنیدم توی ذهنم مونده. این حرف در اصل اشاره به هولوگرام ها داشت که یکی از اونها یه هیولای فضایی غول‌پیکر بود که لوفی حتی نمیتونست بهش دست بزنه و حالا لوفی داره با چند تا هیولای غول‌پیکر که اسمشون اسم سیاره هست مبارزه میکنه که حداقل فعلا نمیتونه بهشون آسیب بزنه. پس قطعا یه ارتباطی این وسط وجود داره. البته منظورم این نیست که ساترن یه هولوگرامه، چون میدونیم که
آدما میتونن بهش دست بزنن و حتی بهش آسیب‌های موقتی برسونن. اما بازم تنها راهی که برای آسیب زدن به هولوگرام‌ها وجود داشت استفاده از دستکش‌های فوتونی بود. پس مطمئنم برای آسیب زدن به گروسه هم یه ترفندی وجود خواهد داشت، چون دستکش‌ها یک تکنولوژی پیشرفته بودن. قطعا میتونم ببینم که ربات بوستونی جواب ما برای چگونه آسیب زدن دائمی به گروسه‌ها باشه، چون قطعا راهی وجود خواهد داشت. چون ساترن یه زخم گنده داره و اون هیولای فضایی هولوگرامی که راجع بهش صحبت کردیم با یه ربات هولوگرامی مبارزه کرد. اولین باری که حتی با وگاپانک آشنا شدیم اون داشت منبع قدرت اون ربات بوستونی رو مطالعه می‌کرد، چون وقتی لوفی تبل‌های آزادی رو فعال کرد قدرت اون ربات هم زیاد شد. پس قطعا اینجا یه چیزی باید باشه. شاید همه اینا به چگونه آسیب زدن به گروسه‌ها مربوط باشه، اما در حالی که توانایی بازسازی اون برخلاف چیزایی که تا حالا دیدیم، قدرت‌هایی که در دومین تغییر شکلشون دارن در واقع کاملا آشنا هستن و به طور تصادفی همه چیز به ایمپل داون برمیگرده. یک شباهت دیگه به جهنم، چون شکل اونها منو یاد نگهبان‌های زندان به همراه مازلان میندازه، دو تا از قوی‌ترین دفاع‌های توی کل زندان. حالا ما میتونیم این فرم رو یه فرم بیداری صدا کنیم، ولی به نظر میرسه قبلا هم بیدار شده بود، مخصوصا با ابرهای سیاه خدایی که لوچی و کاکو هم داشتن. پس حالا نمیدونیم این چیه. به نظر من این شکل تقریبا مثل این بود که اون به واقعی ترین شکل خودش در بیاد، انگار قبلا داشته جلوی خودشو میگرفته. یه جورایی همونطوری بود که سانجی گفت، با گفتن اینکه چشم‌هاش نشون میده که هر تظاهر به انسان بودن رو از دست داده. و همونطور که گفتم این یه ارتباط واضح با نگهبان‌های زندان به نظر میرسه که گفته میشد میوه‌هاشون رو بیدار کردن، ولی به نظر نمیرسه که بتونن مثل کاکو یا لوچی اون رو کنترل کنن. این همون چیزیه که شاکا اوایل آرک بهش اشاره کرد و فکر می‌کنم یکی از ارتباطاتشون باید چشم‌هاشون باشه. درسته که چشمای ساترن یه ذره فرق می‌کنه، ولی حداقل اون حالت خیره خالی و بی‌عقل رو داره. همونطور که 5 تا نگهبان زندان بودن، ما 5 تا گروسه رو داریم و حتی اینکه چجوری بلکبیرد 5 تا زندانی سطح 6 رو راضی کرد که به گروهش ملحق بشن. قطعاً یه ارتباطی این وسط وجود داره. یعنی حتی کروکودایل بهمون گفت که قدرت تحمل و استقامت این نگهبان‌های زندان نقطه قوتشون بوده و اینکه اونا فقط به زنده شدن و دوباره مبارزه کردن ادامه میدن. این یه جورایی منو یاد ساترن میندازه که مهم نیست چقدر بهش آسیب بزنی، چون اون و بقیه 5 دانا دوباره بلند میشن و حتی با اینکه این توانایی تو سطح متفاوتی نسبت به نگهبان‌های زندان قرار داره، باز هم بازسازی میشه. ولی در حالی که به نظر میرسه اون موجودات کنترل رو از دست دادن یا توی اون شکل بی‌عقل شدن، ساترن حتی توی اون شکل هم میتونه با تلپاتی ارتباط برقرار کنه. پس یعنی عقلش رو مثل نگهبان‌ها از دست نداده، فقط قوی‌تر و بی‌رحم‌تر شده. ولی به نظر من خود این تلپاتی فقط صدای همه چیز باشه، چون خیلی شبیه مومو و زونیشیا هستش، یه جوری که انگار خط دندرموشی مخصوص خودشون رو دارن. پس فکر نمی‌کنم این چیزی باشه که فقط مخصوص گروسه باشه، بلکه فکر می‌کنم اونا فقط روش تسلط پیدا کردن. شاید یک لول خیلی بالا از خاکی مشاهده باشه و بعد اون قدرت دیگه‌ای که دیدیم سمی بود که ساترن استفاده کرد که قطعاً همبستگی با قدرت‌های مازلان داره، که حتی اون به یه دیو سمی تو اواخر آرک تبدیل شد که سعی می‌کرد مانع فرار لوفی بشه. کروکودایل حتی اون رو رئیس جهنم صدا کرد و فکر می‌کنم حتی می‌تونیم بحث کنیم که چند تا از اندامی که ساترن به کار می‌برد مثل هایدراهای مازلان شده بودن. حالا چه ساترن و بقیه گروسه میوه شیطانی داشته باشن یا نه، میشه گفت نادیده گرفتنشون با دنیای زیرین توی اینجا غیر ممکنه. حتی سابا گفت که نمیتونستم حدس بزنم که جهنم توی بالاترین نقطه دنیا قرار داره، درست زمانی که دید گروسه تبدیل به هیولاهای خودشون شدن. و همونطور که قبلا گفتیم میوه‌های شیطانی به جهنم گره خوردن، چون شیطان توی اسمشون هستش. خیلی منطقی به نظر میرسه که اگر کسی توی وان پیس قرار بود اصول چگونگی کار دنیای زیرین رو درک کنه و ازش به نفع خودش استفاده کنه، بالادستی‌های دولت جهانی بشه. شاید اصلا اینطوری بوده که اونا تونستن پادشاهی باستانی رو شکست بدن. بذار ببینیم تو تایم اسکیپ بروک چه اتفاقی افتاد. حالا که میدونیم این دایره‌ها خیلی مهمتر از همیشه هستن، شاید باید به همه چیزهای دیگه‌ای که توی این صفحه اتفاق میفته هم توجه کنیم. مثلا کل دلیلی که اون فرقه که شیطان رو میپرستن سعی میکردن یه شیطان رو احضار کنن این بود که توی جنگشون علیه قبیله دست دراز بهشون کمک کنن. اگر نمیدونید دست درازا و پادرازا تقریبا 1000 ساله که دارن با هم میجنگن، که قطعا میتونه یه شباهت باشه به این اختلاف حداقل 900 ساله بین پادشاهی باستانی و دولت جهانی. علاوه بر این اونها داشتن باج میدادن و حتی از بروک پرسیدن که آیا به یه قربانی نیاز داره یا نه، و اینکه تکشون حاضر بودن روح خودشون رو تقدیم کنن، که واقعا بروک رو مثل یک شاه میکرد. ولی این ایده قربانی یا مبادله قطعا چیزیه که قبلا هم توی وان پیس دیده بودیم. مثلا وقتی یه میوه شیطانی میخوری به طور خودکار توانایی شنا کردن توی اقیانوس رو از دست میدی و ضعیف‌تر میشی. میدونم تئوری وگاپانک اینه که این نیروها نفرین مادر طبیعت رو به خودشون جلب کرده، ولی به هر حال یه نوع باج دادن برای استفاده از اون نیروها لازمه. تو فلش بک نولند هم یه جورایی یه قربانی دیدیم، جایی که دختره رو برای نجات روستانشون به خدای اونها تقدیم
تقدیم میکردن. این محراب هم جاییه که ما برای اولین بار در مورد 4 تا خدا، یعنی خدای خورشید، خدای زمین، خدای باران و خدای جنگل شنیدیم. میدونین اسکایپیا هم جاییه که برای اولین بار لوفی رو توی حالت نیکا دیدیم. ولی جایی که برام خیلی دیوونه کننده میشه اینه که یه صحنه دیگه هم داشتیم که مری روی محراب قربانی بود و این هم جاییه که برای اولین بار کلابروس رو دیدیم که کلابروس یه موجود کاملا جادویی توی دنیای وان پیس حساب میشه. یعنی اگر همچین جایی میتونه وجود داشته باشه، از بودن ساترن یا ایمو به عنوان یه شیطان واقعی از محدوده امکانات خارج نیست. از همین حقیقت که محراب قربانی به هر شکلی بهش وصل بوده خیلی خفن میتونه باشه. ولی جایی که خیلی خفن‌تر میشه اینه که شخصیت اصلی تایمسکیپ در مقابل برو یک کلاه با سر گوسفند به سر داشت، درست مثل مری، و حتی یک گوسفند دیگه هم پایین توی بخش انتهایی پنل بود که نشون میده اودا واقعا داره روی این ایده قربانی شدن بره بیگناه یک کارایی میکنه. فکر میکنم چیزی که ممکنه اینجا اتفاق افتاده باشه اینه که درست مثل پرستنده های شیطان که به دنبال کمک توی مبارزهشون علیه دستگرازا بودن، شاید این 5 تا یعنی ساترن، مارس، جوپیتر، ناسچورو و ونیس میخواستن از جادوی دنیای زیرین استفاده کنن تا بتونن پادشاهی باستانی رو شکست بدن، یا شاید حتی فقط بعد از تموم شدن اون جنگ قدرت رو از دولت جهانی میگیرن و شاید ایمو هم از همین جادو وارد میشه. چون باید یه چیز خیلی مهم رو به خاطر بسپاریم، نورونا ایمو زمانی یکی از 20 پادشاه اصلی بوده، احتمالاً هم سطح لولوسیا یا رهبر قبلی دو فلامینگو یا هر کدوم از اون 17 نفر دیگه، و احتمالاً اونا هم یه انسان معمولی بودن. چون همونطور که اخیراً با دیدن فیشمن ها و داستان موسگارد متوجه شدیم، اژدهای آسمانی به همه نژادهای دیگه نگاه از بالا به پایین میکنن. ولی یه چیزی باید توی یه نقطه ای اتفاق افتاده باشه که به ایمو این اجازه رو بده تخت خالی رو بگیره و به عنوان نفر اول پذیرفته بشه. همین موضوع هم برای گروسه صدق میکنه که یه جورایی وجهه عمومی ایمو به حساب میاد. وقتی به اینکه ایمو 800 سال پیش وقتی هنوز یه پادشاه معمولی بود چه شکلی بود فکر میکنم، یه ذره منو یاد استلی میندازه. چون تو فکر استلی چیزی رو بیشتر از نشستن روی تخت خالی نمیخواست و بعدش اون صحنه دیوونه کننده رو داریم که قسمش رو نادیده میگیره که قرار نبود روی تخت بشینه. و این ایده وقتی عمیق‌تر میشه که در نظر بگیریم اون به جای سابو به فرزندخوندگی پذیرفته شده بود و سابو هم کسی بود که به قصد نفوذ کرد و ایمو رو روی تخت. شباهت‌ها رو می‌بینید. پس ممکنه ایمو هم مثل استلی یه جورایی تشنه قدرت بوده باشه که بعد ایمو رو به سمت هنرهای تاریک سوق دادن. شاید این به خاطر این بوده که ایمو فقط تخت رو می‌خواسته، یا شاید به نظر می‌رسیده که اونا قراره از پادشاهی باستانی شکست بخورن. برای همین ایمو دچار عذاب وجدان شده. هر کدوم از اینا که باشه، این ممکنه جایی باشه که گروسه وارد شدن، چون شاید اونا قبلا میدونستن که از جادو چجوری استفاده بکنن و اونا بودن که ایمو رو باهاش آشنا کردن. ولی احتمالاً یه هزینه‌ای به همراه داشته، جایی که ایمو مجبور شده یه چیزی رو قربانی کنه، یا شاید اونها ایمو رو تسخیر کرده باشن. چون حتی وقتی دیدیم که ایمو داره با کبرا صحبت میکنه، اون خودش رو به عنوان مو یاد کرد، یعنی رویا یا پوچی. پس قطعا میتونم دنیایی رو تصور کنم که توش ایموی 800 سال پیش توی اون بدن گیر افتاده یا داره کنترل میشه و شاید نهایتا لوفی آزاد کردنش رو هدف خودش قرار بده. و این ایده که گروسه شاید با ایمو همکاری کردن تا بهش هنرهای تاریک رو یاد بدن، منو یاد دو موقعیت مهم دیگه میندازه. همه چیز توی وان پیس به هم ارتباط داره. دو فلامینگو و اوروچی رو یادتون میاد؟ دو نفری که از سن خیلی کم برای رسیدن به تختی که به حق خودشون میدونستن هدایت میشدن. دو فلامینگو حتی یه اژدهای آسمانی سابق به حساب میاد. پس قطعا یه سری ارتباط خوب در اینجا وجود داره. در مورد دو فلامینگو یکی از بهترین شباهت ها فقط میتونه این دو تا عکس باشه. خودتون که دیگه میفهمید چی میخوام بگم. و قطعا اینو قبلا هم دیدید. اونها دو فلامینگو رو از سن کم آموزش دادن و بعد با استفاده از روش‌های شرورانه تونستن اونو پادشاه کنن. پس میتونیم یه دنیایی رو تصور کنیم که توش گروسه وقتی ایمو یکی از پادشاه‌ها بود استعدادش رو کشف کردن و شاید به هر دلیلی کمک کردن هر شیطانی که الان ایمو رو داره کنترل میکنه از دنیای مردگان بیرون بیارن. حالا ارتباط اوروچی شاید حتی جالبتر هم باشه، چون حتی توی این صحنه اولیه توی اسکایپیا یه کلبه شکسته و خراب رو توی بارون میبینیم که منو یاد صحنه‌ای میندازه که هیوگاشی با اوروچی ملاقات کرد و همونجا بود که اون میوه افسانه‌ای زون رو به اوروچی داد و این اتفاقات منجر به تصاحب نهایی وانو و همه ماجراهای وانو شد. پس این قطعا مهمه و فقط یه موقعیت دیگه است که یه آدم جوان توسط آدمای بزرگتر برای رسیدن به یه هدف خاص تحت تاثیر قرار گرفتن. اما چیزی که در مورد وضعیت وانو خیلی برام عجیبه اینه که اون ساختار قدرت یه جورایی به دو قسمت تبدیل شده بود. جایی که اوروچی رهبر آشکار برای مردم وانو بود، ولی کایدو قدرتی بود که باعث میشد همه اینها ممکن بشه. فکر میکنم ایمو هم میتونه به همین شکل باشه، فقط جفت توانایی‌ها رو داره. جایی که به نظر میرسه قدرت دست نورونا ایمو هستش، ولی قدرت واقعی از یک موجود کاملا متفاوت باشه و قطعا مزیت‌هایی توی انجام این کار وجود داره. یعنی دلیلی که گروسه احتمالاً به طور خاص ایمو رو انتخاب کردن یا حداقل
حداقل یکی از 20 پادشاه رو انتخاب کردن، به خاطر این بوده که بعد از تسخیر شدن هنوز به شکل یکی از 20 پادشاه باقی میمونه. اگر حداقل یکی از اون 20 نفر باشه، احتمالاً خیلی راحت‌تر میتونه بقیه پادشاه‌ها رو راضی کنه که اون رو به عنوان رهبر انتخاب کنن و شاید به همین دلیله که اونا الان ویوی رو میخوان. شاید ایمو نیاز داره که با انتقال به بدن ویوی یه جورایی ریستارت کنه، چون ویوی یه آدم نسبتاً محبوبه و همونطور که بروک بعد از وانا گفت هیچ وقت شنیده نشده کسی در مورد رهبرای آلاباستا حرف منفی بزنه. پس اگه ایمو لو بره، حالا یا به خاطر پیام وگاپانک یا به خاطر حرفای سابو یا چیزی دیگه، انتقال به بدن ویوی و بعد بیرون راندن ویوی اصلی که همه باهاش آشنا هستیم راهی برای دور زدن تمام مشکلات باشه. چون خب اکثر ما بیشتر از هر چیزی ظاهر و صدای آدما رو به خاطر میسپاریم. فقط کسایی میتونن اراده یا صدای واقعی اونا رو حس کنن، میفهمن که اون واقعا ویوی یا در مورد 800 سال پیش ایمو نیست. پس قطعا میتونم یه سناریو رو تصور کنم که توش لوفی تو آینده بفهمه که ایمو تسخیر شده یا اینکه ویوی هم ممکنه تسخیر شده باشه و اینکه باید نجاتشون بده. یادتونه که چطور لوفی موقعی که هنکوک داشت حمام میکرد وارد شد و فهمید اون یه زخمی روی پشتش داره، بعدش هم یه جورایی همدردی خودش رو برای اون و خواهرش نشون داد، حتی وقتی که هنکوک به نظر یه آدم وحشتناک میومد. قطعا میتونم یه چیزی شبیه به این رو برای لوفی تصور کنم. تصور کنید که لوفی تو اتاق گلها با ایمو برخورد میکنه و به یه دلیلی میفهمه که ایمو واقعا داره زجر میکشه. شاید جنبه شیطانی ایمو به یه دلیلی اون رو ترک کرده باشه، شاید چون اون هم مثل گروسه ها احضار شده باشه یا یه چیز دیگه، و شاید فقط بعد جنبه انسانی ایمو باقی مونده باشه و لوفی باهاش ملاقات کنه. اگر کل دنیا در مورد ایمو بفهمن و شروع کنن به نفرت ازش، ولی لوفی تنها کسی باشه که میفهمه اون هم داره زجر میکشه، دیگه شما نمیفهمید اون اصلا آدم بدی نیست، فقط دارن توسط یه شیطان کنترلش میکنن. دقیقاً مثل حرفی که وگاپانک توی چپتر آخر زد. اون گفت اصلا راجع به آدمایی که منو کشتن قضاوت نکنید، چون ممکنه حقیقت اونها رو ندونیم، و لوفی بگه باید بهم اعتماد کنید. کل دنیا میخوان ایمو رو بکشن، ولی لوفی خدای خورشید تقاضا میکنه که این کار به روش خاصی انجام بشه. احتمالاً چون عادلانه نیست کسی رو که تسخیر شده مستقیما بکشید، چون دوباره باید به این فکر کنید که چطور میوه‌های شیطانی واقعا کار میکنن. معمولاً میوه رو میخورین و بعد بهتون قدرت‌هایی داده میشه، قدرت‌های اون شیطان. اگر ایمو برعکس باشه چی؟ مثل استفاده یه بدن انسان به عنوان میزبان برای وجود اون شیطان. خیلی منطقی میشه. مگه عجیب نیست که از زمانی که ساترن شکل خودش رو احضار کرد دیگه بدن انسانیش رو ندیدیم؟ حتی اگر برگردین به فصل قبل از احضارش، به نظر میرسه که اون آخر چپتر خوابش برد. آیا اونا باید بخوابن یا بیهوش بشن یا یه چیزی شبیه به این تا شکل‌های شیطانیشون ظاهر بشه؟ میدونین معمولا قدرت میوه‌های شیطانی و یه انسان با هم ادغام میشن و توی یه بدن به وجود میان. شاید ساترن میتونه اونها رو جدا از هم نگه داره و به همین خاطر قدرت بازسازی و همه این چیزها رو به دست آورده. حداقل منطقی میشه که اون فقط میتونه توی یه زمان از یکی از بدن انسانیش یا شیطانیش استفاده کنه. بنابراین شاید بدن انسانیش مثل یک هدف آسون بمونه و اینجوری میشه که ما میتونیم بهش آسیب بزنیم. حد میزنم با جدا شدن شیطان از بدن انسان دیگه تحت همون قوانین فیزیک نباشه، چون دیگه 100% واقعی نیست. که اگه دوباره برگردیم به سفر بروک از دنیای زیرین، باید یادتون بیاد که روح و بدن اون از هم جدا شدن. اونها دو چیز متفاوت بودن و به همین دلیل که بدنش به یک اسکلت تجزیه شد، اون نتونست قبل از اتفاق افتادن این موضوع به بدنش برگرده و روحش فقط به شکل ابر توی آسمون شناور بود و دنبال بدنش میگشت. حتی نمیدونست بدون اینکه روحش پیداش کنه وارد بدنش بشه و اون بدن رو کنترل کنه. پس شاید گروسه هم داره اونها رو جدا میکنه، چون اونا شاید دارن این شکل ها رو از اونجا در میارن. بروک حتی تو جزیره ماهی‌ها بهمون گفت که اگرچه روحم از بدنم جدا شده و الان به دنیای بعد از مرگ تعلق داره، اما هنوز توی این دنیا باقی مونده و به من اجازه میده با تولید یه انرژی منحصر به فرد و قدرتمند که تقریبا به شکل فیزیکی از طریق موسیقیه به زندگی ادامه بدم. میتونم با این انرژی روح‌های دیگران رو لمس کنم، حتی اونا رو به دنیای خودم بکشونم. شرط می‌بندم اون انرژی که بروک اینجا ازش صحبت میکنه به همون انرژی که گروسه برای ساختن این شکل‌ها استفاده میکنن گره خورده. این انرژی احتمالاً به این شکل‌های شیطانی اجازه میده توی دنیای وان پیس به وجود بیاد و این شاید بتونه سایه‌ای که ما توی فصل 1075 دیدیم رو هم توضیح بده، سایه‌ای که هنوز توضیح داده نشده. همونطور که چندین بار تو الان گفتیم خیلی شبیه سایه ساترن به نظر میاد و این یه روز کامل قبل از اینه که اصلا ساترن برسه اتفاق افتاده و 2 چپتر بعد از این بود که ما تازه اسمش رو فهمیدیم و اینکه حتی داره به ماریجوا میره. برام جالبه که آیا اونا میتونن همشون مثل سایه خودشون رو توی مسافت‌های طولانی پرتاب کنن، همونطور که دیدیم دایره‌های احضار گروسه رو از ماریجوا تا اینجا رسونده. پس به نوعی منطقی میاد و حتی ممکنه به قدرت سایه موریا ارتباطی داشته باشه. پس به نظر من گروسه بودن که این جادوی تاریک و ممنوعه رو احضار و به نورونا ایمو معرفی کردن که باعث شد ایمو تسخیر بشه و بعد به تخت خالی برسه و تقریبا مطمئنم
مطمئنم که این کار رو با قربانی یا حتی چندین قربانی همراه بوده. کل قضیه قرن خالی در مورد همینه و در عوض گروسه هم احتمالاً با استفاده از دایره‌های احضار دیگه به این شکل‌ها دسترسی پیدا کردن. تصور می‌کنم این شکل‌هایی که گروسه دارن احتمالاً زیر دستای هر شیطانی هست که ایمو واقعاً تحت کنترلش بوده. میدونم که خیلی‌ها از جمله خودم این ایده رو مطرح کردیم که شاید ایمو گروسه رو ساخته باشه یا گروسه‌ها ماهواره‌های ایمو باشن، ولی شاید حتی ترکیبی از اون دوتا باشه. شاید گروسه انسانی ایموی انسانی رو استخدام کرده باشن، ولی بعدش جنبه شیطانی ایمو که کنترل رو به دست گرفته اون موقع گروسه‌های شیطانی رو ساخته یا استخدام کرده. پس شاید یه دود و ستدی بینشون بوده باشه. یا مثل اینکه چطور ریش سیاه 5 تا از خطرناکترین زندانیای سطح 6 ایمپل داون رو به خدمت گرفت که عمیق‌ترین نقطه جهنم ایمپل داون بود، ایمو احتمالاً به گروسه اجازه دسترسی به 5 تا از خطرناکترین قدرت‌های شیطانی رو داده باشه که از جهنم بتونن احضار کنن. به یه روش خیلی مشابه. و اگر این ایده براتون جذابه حتما لایک کنید و سابسکرایب کنید، چون دارم روی یه ویدیو کامل در مورد این شباهت‌های ایمو و بلک بیرد درست میکنم.